الو. سلام عزیزم، چطوری؟ سلام، چطوری؟ خوبی؟ قربونت برم، سلامت باشی. خبر؟ منم سر کارم. منم دارم کار میکنم، خیلی خستم از صبح تا حالا فقط دارم کار میکنم. باش، خسته نباشی. قربونت. کاری نداری؟ نه مرسی. من چه خوشبختم که این موقع ظهر تصویر تو رو تو گوشیم میبینم. دارم خونه رو تمیز میکنم، شده مثل دسته گل که آقا تشریف بیاره. خسته نباشی. بعد خسته ای؟ یکم. خب اگر خسته ای شب آماده شو با هم دیگه بریم رستوران دیگه، شام نمیخواد درست به سلام، خوبی عزیزم؟ خب آره خوبم. کارتو بگو. هیچی، سر کار بودم، گفتم زنگ بزنم حالتو بپرسم. با سر کاری که سر کاری من چیکار کنم؟ زنگ زدی منت بذاره که سر کاری، انگار مثلا من از صبح نشستم تو خونه لنگامو دراز کردم دارم تا جدی نگاه میکنم. منم از صبح دارم خونه رو تمیز میکنم دیگه، میسابم میشورم. زنگ زده به من میگه سر کارم. چی منت میذاری؟ میخواستی زن نگیری بشینی ور دل ننت سر کار نری. خوردم زنگ زدم حالتو بپرسم. آره گو خوردی زنگ زدی دیگه، به من زنگ نزن سر کارم. انگار مثلا من مفت میخورم مفت میخوابم.